деҳаи Лучоби боло дар ҳамин мавзеи хушманзари Тоҷикистон яке аз сарояндагони маъруфи ҳамосаи Гуруғлӣ Азизбек Зиёев зиндагӣ мекунад. ӯ шогирди устоди Гуруғлӣ Ҳикмат Ризо мебошад. Азизбек солҳои зиёд даҳҳо достонҳои қадимро барои мардум тарғиб мекунад. борҳо дар сафарҳои хориҷӣ Парижу Москав, Женев, Теҳрон, Боку назокат ва ҳикмати ҳамосаи ҳазорсолаи тоҷикиро ба оламиён шинос намудааст. имрӯз низ чун одат Азизбек дар ҳалқаи дӯстон ва хурду калони деҳааш ҳамоса мехонад. достонҳои ибратбахши Гуруғлӣ дар дили мардум эҳсоси волои ватандӯстиро боз ҳам устувор мегардонанд. Гуруғлӣ ҳарназар кабута мекобам. ҳама ҳам ҷилдо Гуруғлӣ ҳастанд. ҳама ман ҳами ҷилдо аз Назар Кабут, аз Замиров Талбӣ, аз Қурбоналӣ Раҷаб ва дигарон. ман худам навишта гирифта будам. шахсан худам дар хонааш рафта зиндагӣ мекардам ва аз ӯ навишта гирифтам. 30 достон. ман ҳами 30 достон мана дар ҳаминҷо дар 3 ҷилд ҳаст мана. хуб он ҷараёни навишта гирифтани мо бисёр аҷиб буд. мо рӯз кор мекардем, аз ҳар то бегоҳ кор мекардем. ҳар шаб дар ҳар ҷо тӯй мешуд, маърака мешуд, фақат Гургулихона мебурданд. чунки вай то саҳар мехонд. аз ҳамин намози шом сар мекард, то саҳарам мехонд. мардум мешиштанд. мо нақша доштем ки китоб тартиб метем, нашрот бурда метем ва шо мекунам. достони Гуруғлӣ хуб маълум аст ки як силсилаи хеле зиёди достонҳо ҳаст. эпизодҳои зиёд дорад. ҳамин аз чӣ сар мешавад? аввали достон. аввали достон аз таваллуди Гуруғлӣ. яъне қиссаи асосӣ аз таваллуди Гуруғлӣ сар мешавад. метавонем ҳозир гӯш кунем ҳамин эпизоди таваллуди Гуруғлӣ. достонсароӣ ин яке аз жанрҳои қадимии маъмули халқи тоҷик мебошад. пайдоиши ҳамин жанр бо номи эпоси Гургулӣ асрҳои 18 аст. дар асри 12 дар Бухоро мавҷуд будани қаҳрамон бо номи Гурзод, бо номи Пури Гур. аз ин маълумот медиҳам. хеле унсурҳои эронӣ, ҳамосаи эронӣ дорем дар ин. масалан вақте ки шумо достони Суғдуншоҳ мебинед, духтараш Зарина مثلا جنگ عوض با سغدونشاه در اونجا درباره دیوی سفید هست و یک چیزی هست که همش اساطیر سغدی ها هست.
پیش از همه باید ما گوییم که ماتیوی همین مضمونی همین خود گوییم که داستان‌های گورگولی یعنی نفری که در گور زاده شده است. نام قهرمان اساسی داستان در میان گویندگان ما در میان گورگولی سرای ما همچون گورگولی یعنی گور اگر بگیم که آرامگاه باشد غول یک نفری که از این جوسه در گور تولد شده است. وقتی که ما میگیم که پهلوان در گور تولد شد ما این چیزی که امروز گورگولی سرای هم تاکید میکنن بعضی محققان باید ما اینا از نگاه امروز بها ندهیم. این یک چی میگن یک مدل اسطوروی است. در گور تولد شدن قهرمان خیلی قدیم است. هنوز در دوره میترو در زیر زمین تولد شده است، در غار تولد شده است. گورگولی در چنبولی مستان زندگی میکرد یعنی وطن اساسی چنبولی مستان بود و وقتی که کلان میشد و یعنی که به وای میرسد پادشاهی همین ملک بود. گورگولی در ما یک پهلوانی است که در گور تولد شده است و پادشاهی میکند. در ما یک اندازه به همون ابرازهای سنتی پادشاهان مثل کیکاووس است که بیشتر پهلوانی نمیکند. در تاجیکی گورگولی بیشتر شاه است و حکمرانی میکند. میگن در چنبله یک نامی او هست آواز خون بچه کریم خونه پادشاهی گفت که خانمون میداد زیدش از سلطان آورده گا بری در چنبله امیر بگذر آواز کرده یا پیسر سراغ آمدم ادادر شاه مای بلامی در گپی مهمان اینار علی خان ای گپ نگو در حقی همین داستان‌های گروغلی در بین مردمان خلق‌های دیگر هم مشهور هستند. واریانت‌های گوناگون. اما علمان معین کردند که در همه دیگر داستان‌ها قهرمان گروغلی است. قهرمان اساسی یعنی داستان درباره گروغلی میرد. گروغلی تاجیکی یک خصلت دارد. قهرمان اساسی اینجا آواز است. آواز بله. همین در تمام جو بسیار به اون شکلی مثال قهرمان گورگولی ما قهرمانی داستان به نام گورگولی نه که قهرمان گفت شما آواز است. قهرمانی جنگ جورال مثال همین مبارزه با دشمنان و با چیزای با جبوره چنبل میومدگی همه این کارنمایی آواز. در سلسله داستان‌های ما در مرکز آواز می‌ایستد. نامش آواز است اما این تقریبا همون رسالتی که رستم در شاهنامه دارد در عناوین حماسه‌های تاجیکی آواز دارد. یعنی حمایتگری وطن است، حمایتگری چنبولی مستان است. آواز یک قهرمانی گویا از جانب خود خلق آفریده شده. خاراکتری پرسوناژهای دیگر روایت‌ها و افسانه‌ها و دیگر حماسه‌ها نیز می‌خورد. هم خاراکتری رابین گود دارد هم خاراکتری حاتم توی دارد و هم کمبغل پرور و هم البته قهرمانی که کشورش را یعنی چنبولی مستان را از تاخت و تاز دشمنان بیرون حمایت میکند. خلق ما همین ابرازی دائمی به سرزمین تاجیکان تاخت و تازهای استیلاگران بیرون را در رمزی همین قهرمانی های آواز زندگی نامه آواز تجسم کرده است. یکی کاید بگم رفیقم ای گورغلی امیر سلطان یک شو در خوابت گورغلی خانی خواه میبینه آن زمان ستاره کنده شد ای آسمان آمد فرامد رفیقان
علی حاکمای باری دربار گرگالی در دستا پیشی بار یک سوال دارم ای رفیقان یک خواه دیدم در میدون هر که بیاود تکبیری خوامون سیمون در میتون شب بگرونی خصوصیت همین گروهی توجیک در آن است که داستان از اول تا به آخر از جانب گوینده سراییده می شود توسط ساز موسیقی دوتار دنبره دوتار میدان و دیگر خصوصیتش که طریق گلویی سراییده می شود یگانه در موسیقی عنعنوی تاجیک یگانه ژانر موسیقی ادبی است که طریق گلویی سراییده می شود در این داستان صدها اپیزودهای قهرمانهای قدیم صدها لحظه ها از حیات اجدادان ما ثبت شده است مردم میدونند که گروهلی فقط شفاهان یعنی از دهان به دهان از سینه به سینه گذشته آمده است طریق خطی ندارد یعنی تنها سرایندگان حماسه گروهلی زیاده از 700,000 بیت را در بر میگیرد استادان بزرگی گروهلی همین بیت ها را از یاد میدونستند با یک دوتار یک استاد همین داستان رو میسراید همین شما چقدر جور میکنید جوری دوتار یک بار نشون دید جوری ما هم بسیار جوری بلند میکنم جور با کوارت ها با کوارت انا هم بلند جور میکنم بسیار جور سخته همین استادای گروهلی با جوری کوارت میخونن نه همش نمیتونم خوندم این با این جور فقط حکمت رضا میخونم ما میخونم دیگر اونا با جوری پستر یعنی دوتار بلند جور بلند جور نمیرسه آواز خودشون نمیرسه این هم من استاد میگم که بچه ما همین اولی که در پیش نوروز جمع احمد در سری خسار مشق کردم همین جوری مرا دو چندون بلند کرد انا گفت و همون شایدگی همین جوری بلند کردی بخونی میگفت تو وقتی حیاتی آوازت پس بلند نمیشه یخی رفتن میگیره نه که پس خوندی میگفت آواز نمیشه دوتار یک تصور کنید که همگی دو تا تار دارد بسته پرده ندارد این در اپوسی گرگولی این یگانه اسباب است یگانه اسبابی است که توسط همین گوینده ها یعنی فکرانی گوینده ها توسط همین پرده و بسته لحن های همین قطار آوازی همین داستان ها اجرا کرده میشه بعضی گوینده ها آواز بس دارند بعضی ها تمبری آوازشون تنر هست یعنی امکانیت همین آواز و امکانیت دوتار در آن هست که از 4-5 پرده زیاد مثلا اگر گوییم که از نوت دا سر کنند آنها دو ری می فا در 4 پرده زیاد رفته میتونن و با بازگشت میکنن به پرده اصلی چون که امکانیت آوازی با همین طرز گلو فشرده امکانیت نمیده که با نوت‌های بلند روند شنوندگان و مردم تاجیک میدونن که داستان‌ها خیلی از جهت حجم کلان هستند بزرگ هستند و از سالهای پیش این داستان‌ها در مدتش 8-10 ساعت شبانه روز بعضا یک شبانه روز اگر این داستان به انجام نمیرسید از جهتی بگیم که حجم کلان بود در شبانه روز دیگر میگذاشتن توقف میکردن یک اکتیو چون که وای خودش تنها ایجاد میکنه خودش مینوازد خودش میسراید شما گویید که همین هنری گروهلی سرایی رو کی از کی و چگونه یاد گرفتید؟ هنری گروهلی سرایی رو من از سنی
16 سالگی 15 قدم 16 بودم من پیش روسیگا ما 6 سالگیم دیطور نواخته میتونستم همین سینی 16 سالگیم یک روز همین آهنگوی همین گرگولی رو نواختم بعد گفتم یک همین یا هی بگم یا چی خیلی میشه باشه هی یعنی چی؟ هی معنی که هم گرگولی رنگ استاد حکمت زوری ما همین هی کشیم هم چامون گرگولی گاز گفتم با هی کشیدم که آوازم شید همین خیلی خودم دا معقول شید در 16 سالگیت؟ باید جوره داشتم پیشم داشتی که فاتحه میگفتن ای با خود رنگی بابی حکمت خوندیگو آواز چند گرگولی خون شد انا همین جاب بعد همین چیز استاد یک روز آمده مرا همین قید فهمید بگی دیطور رو گفت خیلی طور رو گفتم مشقی گرگولی تو با مشقی گرگولی کردم و بخونه که گرگولی بخون شرم کردم اول دیگه جانجور کرخواهی میترسیم حرمت میکردیم اون سفید استادا بعد هم یک چوربای دروبایی خوندم با همین آوازم با آهنگ گرگولی کتیم گرگولی تشکید گفت که پگاه سحر گفت دیگه در شاگردی ما حافظ گرگولی حافظی رو پرتو کردن گرگولی رو میگیری هر یک استاد گرگولی خان مکتب اجرا کنندگی خود رو داشت مکتب تدریسی استاد شاگرد عمل میکرد این یک مکتب آدم و آدمگری مثلا اونها وقتی که در نزد استاد میخوندن 5 سال 6 سال تا 10 سال در خانه استاد میایستادن همراه استاد زندگی میکردن در کار روزگار استاد یاردم میکردن استاد همراه خود اونها رو به سفر هنری گویم از یک دهه به دهه دیگر میبرد این هم یک مکتب است یک مکتب بزرگ است که مثلا گیرم همراه استاد برآمد کرده در حالتهای گوناگون استاد اشاره میکرد مثلا استاد حکمت رضا اشاره میکرد و یک اشاره از بیگ زیف دوام داستان رو میسرایید استاد ما حکمت رضا استاد حکمت رضا نوروز جان محمد شاگرد بسیار داشت مصطفی شاگرد بسیار فیض الله میگن احسار وای بود بوری محمدی میگن ای کویبش وای بود حلیم برهان میگن ای رضا بود او بود شاگرداش به حد بسیار مصطفی همین گونه سنت‌های رایج بودند که جوانان شب‌ها نشسته در مسجدها، در علاوخانه‌ها، در مهمانخانه‌ها نشسته مخصوص می‌کردند. خب علاوخانه این یک جای جمعیتی مردمی دهات است. در برابر مسجد در دهه‌ها علاوخانه بود. مخصوصا در همین وادی رشت در خراتگین زیاد بوده است. و این خاص شهرها نیست. در دهه‌های کوهستان بود علاوخانه که شب‌های زمستان برای خاطر که شب‌ها دراز بودند گلخن می‌افروختند. گلخن می‌افروختند جای دودکش بود. آنها آمده می‌نشستند هر شب مثل یک برنامه داشتند و حتما گروغلی سراها از دهه‌های گوناگون مهمان می‌شدند در علاوخانه‌ها. شروع می‌کردند بعد از این نماز خفتن تا نزدیک به صبح. علاوخانه یک مکان اجتماعی بود، مکان جمع‌شوی مردم بود، مکان فرهنگی بود. سال‌های 50 شاید باشد تا سال 60 فعال بودند در ناحیه‌های کوهستان کشور. در منطقه کوهستان در مدت 6 ماه با اونجا یگان نفر زمستان رفتن نمیتواند از اونجا یگان کس برآمدن نمیتواند و برای فراغت خود این مردم همین اپوس گرگولی را انتخاب کردند در یک دهه زیاده از 20 نفر گرگولی خوان بودند کلندر شید و ناتوان دو در خانی نورانی مکاو نورانی ای بر حیکل دورم گشتش سفر امروز رسید شهری ملخیبان هر یک دروازه میگردد آرتوان شجلا میکشد آده را کلتر کلتر میخونه ای قرآن ملک و جایابون نورعلی خان دادی نمردیگو شای پهلوان آتک برند داختی گم ناتوان مادرت قاری گم بسر در حقت هست گم تو ادا در چمر توی هست گو کلان زن تا احمد داده گم در شوهر 5 پاچه را
و خدا همین بگم همون موکش که یوش در همین حال اجاب بندی هاش در همین دلکو گریه میشه خدا یکم در حالت نمیگم آدم این فهمت تحصیلش میکنه آدم این فهمت چی این بچه پیشی بلا میشه در یوشی من یک سوتکه میسود میخوندم یک جمله بجوندم آده پیری همه خیلی چند ساله همه؟ 87 علمنا رو گیر بعد زپیسله 87 ساله سکم 90 سالی مدرسیه ای کودک و خودتان خوش آمده یا جانان خوش آمده جان آمدم زنه دادو بشم که من پیشم بچم
همین که میگرفتم دوش میکردم میکروفون رو میپرتافتم از پیشم میگفت دوش میکروفون کلوف میکروفون من بابام گلغوری خان نامی بود کوچک شو لایی اما بیلش عربی قبود خودم شوی بوز بالا بود من بیزه که بود لقبش لایی ایلو دیدم لایی این آدم نیست ایلو ما اول دعا گرفتیم و پند ایرجاب گرفتیم اینا بعد از سندی 16 سالگیم دکتر کردم و در وقت بچه ما اینا را خود کردیم این رادیو تلویزیون نبود دو گوش در گلغا من بیگه یک امتری بنده میخوند میرفتم تا جوگا میدرمدم یک لبنه میگذروندم همه جای شدگی جو میشید لیکن تا جوگا دا میگذروندم خودم میگذروندم همون سر دیگه محکم میشتاد میشد یگان تمین دکل میخوره همه بچگیم در جای شدگی استاد است این بند گلغوری 30 تا امتری است 30 تا اینا کلتاک شد همش میدونم همه دیل در حواسی هر یک چیز جاشید کار میکنیم همه خیلی حواس بود گرفتم نه ای خود کردم بچه هاتون هم یاد گرفتن الان همین دروغ میخونه و وای کی میاد یادگیریش قیله همه حکمت اینا در من قول شید و بردنش 100 سالگیش گویا که جشن گرفتم او وقت گلغوری خان بود یک 8 تا بدن همش مرد چینه بود و همین تبوندن که با پشت روز نمیپوید رجب اما گفت حاتم اومد است من اول سلام نکردم با وای ندیده باش اومدگی ای گفت 4 دانه وای خونه من گفت گوش کنم بس 4 دانه گرفتم خورد و بعد خدا کرد من دروغ نمیگم همین تو زد انا تو زد ای اتنگ کجا مرده بدی گفت من مرده بدم طوری نگشتم روی دنیا من 25 سال بودم شخصیات تای زمین در کار کردم نه بر بدم زنده شدم ما مرده بدیم در تای زمین اگر گفت 1 سال در من شاگردی میکرد رجب اما گفت این عملم خالی به دست گفت او عضوی نگفت انا گلغوری خان گفت یکی رایون طلب کرد مکتب کشیم درس دید نمیکنم گفتم را مکتب کشو من آدم بعد جمع میکنم اسباب تبرمون کتاب و دفتر چی من گفتن میگیرم و اونجا نوشتن میگیرم یک بند بند که من نوشتم دو اینجا با 5 دادن میگیرم دو تو را یاد بیتیو با دهان میگم شد انا میشوم گلغوری خان اولی بغداد کلم همه کله بابی لیل واریه اولی اگر نمرم تا 100 میخونم و جوانا اگر شنم فهمن مقله یکی همه رادیو تلویزیون اینا را دست برآورد همه تلویزیون دارن نمیتونن گرفته من اول پیش من نمیتونم برای چی آخه او این کسبی است که سطح اینا حرمت میکنه آدم اینا نمیفهمن همین کسبی بابگی ما از دست نروه کسبا کسبای خوب بدن یکی 8 از دست رفت این بود قصه حجتی درباره وضع امروزه هنر والا و خیلی قدیمی حماسه سرایی در تاجیکستان.